الان سفارش دادم و نمیتونم بدم. فقط میخوام اینا رو بفروشم که بتونم یه چیزی بخرم و بخورم. نمیخوام اگه شرایطشون نداری شرمندت کنم. نه نگران پولش نباش، من برات غذا میگیرم. الله بهت برکت بده. به شما من واسه گدایی اینجا نیومدم. میدونم، نگران نباش، این شرایط برای همه پیش میاد. الحمدلله روزگار میگذره. آره. شما اسمت چیه؟ یادم رفت بپرسم. اسمم معزه. معز عادل عمر. خوشوقتم. اوضاع کاری خوبه؟ آره خوبه الحمدلله. الحمدلله، موفق باشی. آمین. همه چی خوبه؟ الحمدلله که همه چی خوبه. لطفاً از حرفام بد برداشت نکن. نه بد برداشت نمیکنم. گفتی همه چی خوبه؟ آره. اگه بخوای بخری بهت میفروشم، اما اگه نمیخوای آشنایی با تو برام کافیه. خیلی قشنگن، اما الان برای خرید چنین وسایلی پول ندارم. یکم پسنداز دارم ولی میترسم خرجش کنم. اگه میتونستم خرجش کنم حتما ازت خرید میکردم، اما الان نه. پس الان شرایطت خوبه یا مثل من شرایطت سخته؟ الحمدلله خوبه، میگذره. الله روزی رسونه. الحمدلله. الله بهتون برکت بده. خانواده داری یا تنهایی؟ آره، مادر و خواهر و برادرام هستن. تو خرجشونو میدی؟ نه، من ناپدری دارم، اون خرجشونو میده. آها. ناپدری من پزشک و شرایطش خوبه الحمدلله. بذار برم یه چیزی برات بگیرم بخوری. شاید برای خودت پول کم بیاری. نه نگران من نباش، الحمدلله میگذره. ای جوون، ساندویچ فروشی کجاست؟ همینجا بمون تا من برم و یه ساندویچ بخرم و بیام. اذیتی نیست، تو تا چایتو بخوری من برگشتم. الحمدلله که چای رو نخوردی. الان بهتر میتونی غذا بخوری. من واقعا شرمندم برادر. شما مثل برادرمی، این حرفو نزن. الله بهت برکت بده. واسه خرید این پول کافی داشتی؟ بله. پول. من اومدم اینجا دوستامو ببینم. چی؟ اینجا منتظر دوستامم، الان میان. یعنی پول غذا رو خودت آره ندادی؟ بابا. خودم دادم، دوستم الان میاد، نگران نباش. با هم تماس گرفت، داره میاد. من واقعا شرمنده تو شدم. واقعا چیز مهمی نیست، این حرفو نزن. صدا تو درست نمیشنوم. چیز زیادی نیست، غذا رو بخور. چرا نمیخوری؟ خب من اگه سیر نشدی یکی دیگه برات میگیرم. الله بهت برکت بده. من چطوری این لطفتو جبران کنم؟ چه کمکی از دستم برمیاد؟ نگران من نباش الحمدلله. فقط غذا تو بخور، هیچ کاری لازم نیست.